گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق گیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 76. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. 4. مناسبت‌های اقتصادی بین آسیای میانه و روسیه. تحقیق آسیای میانه از طرف عالمان روس. در زیرباب مذکور اکادمیک بابا جان غفورov دایر به افزودنی توجه امپرای روسیه به دولت‌های آسیای میانه، رشد مناسبت‌های دیپلماتی، تجارت، آمدن عالمان و محققان روس به این منطقه و ابتدای آموزشی علمی آسیای میانه به طور مفصل معلومات می‌دهد. عموماً تأکید می نماید عالم از 10 ساله های آخر عصر 18 آسیای میانه اولین بار در سیاست خارجی حکومت روسیه موقعی جدی مستقل را اشغال می نماید. سال 1781 مترجم بیکچورین به صفت سفیر حکومت روسیه پادشاهی به بخارا فرستاده شد. وظیفه اساسی سفارت معین کردن امکانات انکشاف تجارت روسیه و بخارا و به واسطه روسیه کشانیدن مالهای بخارا، اینچنین حل مسئله های سیاسی بود. در ترکیب مالهای صادراتی آسیای میانه نخی پخته، گزوارهای نخی و خود پخته برتری داشت. در نیمه اول عصر 19 تنزل خواجگی فئودالی کریپاسنایی در روسیه شدت یافته، مناسبت‌های کپیتالیستی وسعت پیدا می‌کنند. کارگاه‌های خرد کاسبی بیش از پیش جای خود را به منوفکتورهای کپیتالیستی و سپس به استحصالات فابریکی سرمایه‌داران می‌دهند. صنعت به ترقی رو نهاده روسیه به بازار احتیاج داشت. محض همین و این چنین ضرورت به دست آوردن اشیاء خام سببگار اساسی وسعت یافتن حجم رابطه های اقتصادی روسیه با آسیای میانه بود. به این وجه محدودیت های از روسیه به کشورهای آسیا صادر کردن طلا، فلزات سیاه و ریشته، مصنوعات فلزی به استثنای اسلحه و غله از بین برداشته شدند. کالاهای روسیه حتی به افغانستان، قاشقر و سایر ناحیه‌های مشرق زمین نیز راه یافتند. در نوبت خود آسیای میانه هم از تجارت با روسیه خیلی منفعت دار بود. بسیار محصولات مهم از قبیل چویان، آهن، میس، مصنوعات فلزی محض از روسیه وارد می‌گردید. از تنگه کیسه شهریان سر کرده تا توپ همه از فلزات روس ساخته می شد.
برای اهالی آسیای میانه مخصوصاً وارد نمودن متاع اهمیتی کلان داشت. از این رو وی در بین مالهای به این کشور صادر کننده روسیه جای اول را اشغال می نمود. به انکشاف تجارت روسیه و آسیای میانه هر دو طرف هم منفعت دار بودند. دولت‌های آسیای میانه خیلی پیشتر از همراه شدن به روسیه تحت نفوذ اقتصادی آن قرار گرفته بودند. مناسبت‌های ثمره‌بخش تجارتی امارت بخارا، دولت خانی خیوه و خوقند از یک طرف و روسیه از طرف دیگر در زمینه فعالیت جدی دیپلماتی این کشورها بیش از پیش رونق می‌یافت. در ظرف تمامی نیمه اولی عصر 19 آنها سفارت و نمایندگی‌های خود را مبادله کرده به حل مسئله‌های از نظر این و یا آن دولت خیلی مهم موفق می‌گردیدند. اما موقع دشمنانه خانی خیوه مدت چندین سال نیمه اول عصر 19 پتربورگ را به تشویش می‌انداخت. خیوه با مقصد تحت نظارت خود قرار دادن تجارت روسیه و آسیای میانه از موقع جغرافی خود استفاده می بود. موضوع گفت و شنیدهای دیپلماتی خیلی بسیار بود. پیش از همه دولت‌های آسیای میانه برای کافتوکاوی ثروت‌های زیرزمینی از حکومت پادشاهی فرستادن مهندسان و معدنشناسان را خواهش می‌نمود. در آخر عصر 18 عملداران ساحه معدن بورنشف و بیزناسکوف و بخارا، دلیاتنیکوف و بیزناسکوف، بعدتر بورنشف و پاسپیلوف به تاشکند آمدند. مناسبت امارت بخارا بیشتر با روسیه رونق می‌یافت. سفیران بخارا دیوان بیگی عظیمجان مؤمنجانوف سال 1815 و سال 1819 و خورچیباشی میرزا محمد یوسف سال 1816 به پتربورگ رفتند. میسیه دیپلماتی اف نیتری سالهای 1820-1821 که به هیئت آن طبیعتشناس ایورسمن، کاپیتان شتاب گنرالی میسندورف و دیگران داخل بودند، به امارت تشریف جوابی کردند. مبادله نمایندگان مختلف در بین روسیه و دولت خانی خوقند نیز خوب بود. به وادی فرغانه سفر کردنی فی نظر سالهای 1813 1814 و ان پاتانین سالهای 1829 1830 در تاریخ هر دو دولت نقشی مهم گذاشت. سالهای 1823 1829 سفیران خان خوقند محمد علی خان، ترسون خواجه، نیزه خاجینوف و حاجی میر قربان ممک قاسیموف اول به آمسک و سپس به پتربورگ فرستاده شدند. توسعه طلبی بریتانیا در آسیای میانه و رقابت انگلیا و روسیه. انکشاف مناسبت‌های متقابلاً تجارتی و سیاسی بین روسیه و دولت‌های آسیای میانه از ابتدای عصر 19 با مداخله قوه سیوم دچار آمد. امپریای بریتانیا موقع خود را در هندوستان مستحکم نموده بیشتر میلی به دست آوردن ملک‌های شمالی را می‌کرد. ملک‌های مستملکتی انگلیا در آسیا با بخارا، خیوه و خوقند هم حدود نبودند. ولی حکومت لندن سعی میکرد که افغانستان را در زیر اطاعت خود نگاه دارد. موقع جغرافی افغانستان همیشه دقت امپریاهای کلان و ویژه بریتانیا را به سوی خود میکشید. در ظرف تمام عصر 19 و ابتدای عصر 20 به مردم دلیل افغانستان لازم آمد که بهر استقلالیت خود ضد اسارتگران انگلیس مبارزه سخت برند. حکومت بریتانیا
در آرزوی وسعت دادن ملک‌های مستملکوی و به دست آوردن بازارهای نو بود. به این نیت آنها به آسیای میانه هر گونه جاسوسان را می‌فرستادند. وظیفه جاسوسی را هم مسلمانانی در مکتب‌های مخصوص ملک‌های بریتانی هندوستان تحصیل دیده و هم انگلیس‌های مقامی بلندی اداری را اشغال کرده به جا می آوردند. مثلا سالهای 1812-1813 به آسیای میانه از بین مسلمانان هر دو با راهبری میر عزت الله گروهی جاسوسان فرستاده شد و نیمه اولی سالهای 20 فعالیت میسیای و مورکرافت و جه تریبک به وقوع پیوست که هدف اساسی آن امارت بخارا بود. در ابتدای سالهای 30 جاسوس مشهوری بریتانی الکساندر بریس به آسیای میانه آمده و به تحقیق امارت بخارا و مسئله های حربی و تجارتی مشغول شد. تهدید انگلیا و واردشوی مالهای صناعتی انگلیس به آسیای میانه روسیه را خواطر می ساخت. برای همین ماه دکبر سال 1833 پ دمیزون و سال 1836 یا ویتکیویچ به امارت بخارا فرستاده شدند. در همین وقت سال 1839 امپریای بریتانیا به تخت سلطنت کابل شاه لختک مانند شجاع الملک را نشانده قسمت مهم افغانستان را اشغال نمود. انگلیس ها به آسیای میانه نه فقط جاسوسان زیادی را می فرستادند بلکه گذرگاه و راه های حدود این سرزمین را همه طرفه می آموختند. شهر هرات به مرکز فعالیت جاسوسی انگلیس ها تبدیل یافت. جاسوسان بریتانی به خیوه، بخارا، خوقند و نشیمنگاه های مردم کوچمنچی سر می در آوردند. به بخارا جاسوسان آزموده انگلیس استاددارت و بعدتر کانالی فرستاده شدند که می بایست در خصوص عملیات یک جایه ضد روس‌ها شرطنامه می بستند. اما امیر نصرالله سال 1842 آنها را اول به زندان انداخته و سپس به قتل رسانید. حکومت پادشاهی روس به دولت‌های آسیای میانه پی در پی سفیران خود را می‌فرستاد. همزمان سفیران خیوه، آتنیاز، خواجه رئیس، مفتی و از پس او اشنیاز محمد نیازف، این چونین سفیر بخارا مقیم بیک سعیدف نیز به روسیه رفتند. جواب به این سفیران روس پ نیکیفیروو، گ دانیلوسکی و ک بوتینیوف با همراهی شرقشناس ان خانیکوف، طبیعتشناس ا لیمن به آسیای میانه فرستاده شدند. سال 1858 سفارت نوی روس با سرداری ایگناتیف به خیوه و سپس به بخارا آمد. در سالهای 50 مستملکه های بریتانی در مبارزه با روسیه برای برقرار نمودن حکمرانی خود در آسیای میانه از دولت ترکیه عثمانی هم استفاده می بردند. دایره های حکمرانی ترکیه نیز در ضمیر دل آرزویی در تمام مملکت های اسلامی از جمله در آسیای میانه مستحکم کردن موقع خود را داشتند. انگلیا و ترکیه اغوا داده وی بارها سعی و کوشش نمودند که شعار غزوات اتحاد سه دولت آسیای میانه امارت بخارا، دولت‌های خانی خیوه و خوقند را به مقابل روسیه عملی کنند. تحقیق علمی دولت‌های آسیای میانه. از تحلیلی در بالا آورده می نویسد باباجان غفورов برمی آید که حکومت پادشاهی روس از نتیجه های عمومی مذاکرات دیپلماتی با بخارا، خیوه و خوقند قانع نبود. همزمان کوشش استفاده رابطه های اقتصادی برای پرره جاری نمودن نفوذ سیاسی برار نکرد.
ولی مهمتر آن است که مسافرت سفیران، نمایندگی ها، تاجران و سیاحان جداگانه روسیه به آسیای میانه به تحقیق منظمی علمی این منطقه ابتدا گذاشت. اکثر کسانی که به این طرف ها سفر می کردند آدمان فاضل و دانشمند بودند و بعضی آنها زبانهای شرق را خوب می دانستند و در بینشان متخصصان شناخته سمت گئوگرافیا و گئولوژیا، گئودزیا، استرونومیا، طبیعت شناسان، شرق شناسان و زبان شناسان بودند. تألیفات این گروه آدمان و اولین اکسپدیسیاهای گوناگونی برگزار گردیده در ظرف کمتر از 50 سال عصر 19 آسیای میانه را از سرزمین ناشناس به کشوری مورد آموزش و تحقیق تبدیل دادند. اکسپدیسیاهای نیمه اول عصر 19 در تحقیق جغرافی آسیای میانه اهمیت کلان را مالک بوده. آنها موادی کاملا علمی می‌دهند. در وقت اکسپدیسیاها سفر و سیاحت‌ها راجع به خلق‌های آسیای میانه پیش از همه تاجیکان، تاریخ و مدنیت آنها مدرک‌های فراوان و گوناگون جمع آوری شدند. تحقیق اتنوگرافی مردمان آسیای میانه محض در نیمه اول عصر 19 شروع گردید. آموزش زبان خلق‌های آسیای میانه و تحقیق علمی آنها نیز در همین دوره آغاز یافت. در بخش زبان تاجیکی چنین خدمت بزرگ را شرقشناس نمایان روس و گریگوریف ادا کرده است. در حسابات سیاحان یادگاری‌های جداگانه صنعت معماری آسیای میانه بسیار ذکر شده و یا مختصراً تصویر یافته. لوحه بعضی از آنها ثبت گردیدند. این چنین توصیف بناهای اقامتی آورده می شود. از این قبیل نوشتجات کوتاه می توان معلومات پرارزش برای تاریخ صنعت معماری آسیای میانه به دست آورد. اثر ان.و. خانیکوف توصیف عمارت بخارا سال 1843 از بهترین تألیفات است دایر به این دولت، تاریخ و عنعنه و سنت‌های آن. در عین زمان سیاحان از این سرزمین دستنویس اثرهای گوناگونی تاریخی و ادبی با زبانهای عربی، تاجیکی و دیگر تألیف یافته را با خود می بردند که بعدتر چند از آنها نشر هم گردید. سال 1834 اکادمیک خدفرن برای کمک به سیاحان روس فهرستی اثرهای مؤلفان شرق را انتشار نمود که در جمع آوری دستنویس‌های شرقی نقشی مهم بازید. در یک وقت سیکه های گوناگون ضرب آسیای میانه نیز برده می شدند. همین طریق تحقیق تاریخ و فرهنگ آسیای میانه یکی از مهمترین رویه های شرقشناسی روس گردید. توسط اثرهای شرقشناسان روس نخستین بار طرح دوره‌های جداگانه تاریخ عصری میانگی و نوی آسیای میانه مرتب گردید. انیا بیچورین ایاکین در آموزش تاریخ باستان آسیای میانه سهمی بی‌بهای گذاشت. عموماً در نیمه اول و میانه های عصر 19 یک زمره دانشمندان روس در ساحه تحقیق تاریخ آسیای میانه کارهای پرارزش انجام دادند. دوره مورد آموزش تأکید می نماید غفورov یکی از سخت‌ترین مرحله های تاریخ خلق تاجیک می باشد، زیرا در همین دوره بین دولت‌های گوناگون تقسیم شدن خلق تاجیک به انجام می رسد. با تأسیس دولت افغانستان قسم زیاد تاجیکان که اصلاً در خاک افغانستانی کنونی اقامت دارند به طور صنعی از تاجیکان آسیای میانه جدا کرده شدند. تاجیکان آسیای میانه باشد در شهرهای گوناگون امارت بخارا و دولت خانی خوقند در وادی فرغانه، واحه بخارا، در ملک‌های نیم مستقل کوهستانی سرزمین تاجیکستان حاضره
قراتیگین، درواز و خان، شغنان و غیره مقداری کمی آنها در شهرهای خانی خیوه و خانی قزاق، اولیاعتا، چیمکن، در ترکستان در دولت خواجگانی قاشغر، خوتن سکونت داشتند. در شمال هندوستان و خراسانی و ایران امروزه گذشته نیز بسیار محلهای تاجیک نشین موجود بودند. همین طریق در میانه های عصر 19 ولایت هایی که تاجیکان مسکون بودند به هر مملکت و دولت های خانی پراکنده گردید. برابر آن از تحلیل و تحقیقی در بالا آورده معلوم می شود که به سبب سرزدن بحران اقتصادی و سیاسی در آسیای میانه شرایط اجتماعی باز هم بدتر شد. در میانه و چاریک سیوم عصر 18 بحران به نقطه بلند خود رسید. هرچند بعض تدبیرهای مرکزیت دهی و یک اندازه بهتر کردن وضع آبیاری که در ابتدا در نیمه اول عصر 19 در امارت بخارا، خانی‌های خوقند و خیوه به عمل آمد، قدر شدت این بحران را پست کرده باشد هم آن را تماماً از بین بردن نمی‌توانست. در عصر 19 به جنبش در آمدن ساحه‌های اقتصادیات مشاهده می شود. رونق تجارت نشان می دهد که در نظام جماعه فئودالی آسیای میانه عصر 19 استحصال مال و گردش پول موقع کلانی را اشغال می نمود. در عین زمان قسم اساسی اهالی دولت‌های آسیای میانه مخصوصاً اهالی دهات همانا در شرایط خواجگی صاف و ناتورالی و یا نیم ناتورالی زندگی میکرد. در چنین شرایط دولت‌های خانی موجودیت خود را همچون دولت فئودالی نگاه می‌داشتند. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصر علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 76. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.